سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم عالی باشه. بریم با یک ویدیو جذاب و دوست داشتنی از آکادمی آموزشی مهندسی سنجی. دوستان گلم، شما که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، این ویدیو وقت زیادی از شما نمیگیره، اما تا سالها زندگی روزمرهتون تاثیر زیاد داره. بس خواهش که ازتون دارم تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستان گلم، من 3 تا اصول اصلی برای رسیدن به خواسته و موفقیت آینده درخشان میدونم. اصول اول، توکل به خداوند. دوستان گلم، من مهندس سنجی یا هر کدوم از شماها مطمئن باشیم که خدایی هست که ما هوامونو داره و ما رو به تک تک خواستهامون میرسونه. فقط کافیه که خواستهامون رو بنویسیم و بهشون فکر کنیم و از خداوند بخوایم. اصول دوم، ادب و احترام به پدر و مادر. شما در خانواده‌تون اقوامتون نگاه کنید، هر کس که ادب و احترام به پدر و مادرشون نگه داشته، هم از لحاظ مالی و این دنیایی و هم از لحاظ آخرتی از همه دیگه جلوتر بوده و بیشتر پیشرفت کرده. و اما اصول سوم، ذهن هوشمند. دوستان گلم، سعی کنید به هر هدفی خاصی چیزی دارید میخواید برسید از ذهن هوشمند و راه هوشمندش وارد شید. پس آقا چی شد؟ من از خداوند خواستهامو میخوام و مینویسم، بهشون فکر میکنم و با استفاده از دعای خیر پدر و مادرم هوشمندترین راه رو برای رسیدن خواستم انتخاب میکنم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو جذاب و آموزشی بعدی ما، خدا نگهدار.